دوربین 200 مگاپیکسلی، نمایشگر 3000 نیتی، سخت افزاری که بتونه از پس هر برنامه یا بازی سنگینی بر بیاد. اینه شاید تو هفته اول شما رو جذب کنه، اما بعد یه مدت تکراری میشه. تنها چیزی که براتون میمونه طراحیه. واسه همینه که آیفون جدید یا گلکسی اس جدید معرفی میشه، میگیم این طراحیش مثل اون قبلی است که، بعد میگیم خب نه به درد نمیخوره و تموم میشه میره. چیزی که مهمه طراحیه. چجوری CMF این کار انجام داده و چجوری CMF شده یکی از گوشی‌هایی که تقریبا تمام اعضای کامیونیتی تک و کاربرای عادی دوستش دارن، تو این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم. قبلش این پیامو ببینید، سابسکرایب بکنید، برگردید. تو این گرما دوست داریم بریم در یخچال رو باز بکنیم، یه نوشیدنی خنک برداریم. باز و بسته کردن متوالی در یخچال و فریزر باعث میشه انرژیش هدر بره، برق مصرفی بیشتر مصرف بشه تا بتونید مجدد اون خنکی از دست رفته رو برگردونه. پس خیلی مهمه که درش رو اگر باز میکنیم سریع ببندیم، هی درش رو باز و بسته نکنیم، فاصله یخچال فریزر از دیوار رو یه فاصله استاندارد بذاریم و مطمئن بشیم که فریزرمون برفک نداره. اگر هم از ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی استفاده میکنیم، ترجیحاً تو ساعات پیک مصرف که میشه 12 تا 6 بعد از ظهر و 8 تا 11 شب استفاده نکنیم و بذاریم تا جایی که جا داره پر بشه و بعدش همه رو تو ساعات خارج از پیک مصرف روشن بکنیم. گوشی هوشمند میخواد سامسونگ باشه، میخواد آیفون باشه، میخواد شیائومی باشه، میخواد هر برند دیگه ای باشه، همشون از جلو یه شکلن. غیر از اینه نه، غیر از این نیست. همشون یک نمایشگر مشکی دارن، حالا در ابعاد مختلف و طرح‌های مختلف و تمامش میره. تنها جایی که واسه خلاقیت میمونه حاشیه ها و جنس بدن است و قاب پشتی که اصل داستان قاب پشتیه. یعنی اتفاقی که میفته همه گوشی‌ها تو قاب پشتیشون میان یه خلاقیتایی انجام میدن. ولی یه سری محدودیت هم هست. اولا که خب همه گوشی‌ها دوست دارن تعداد دوربیناشون بیشتر باشه، کاربر انتخاب بیشتری داشته باشه. از اون طرف خب دوربین خوبتر، تکنولوژی جدیدتر جا میگیره. جا گرفتنش باعث میشه که شما طراحیت محدودتر بشه. واسه همین چند تا سنسوری که معمولا پشت سر هم قرار میگیرن که میشه دوربینای شما. مثلا توی آیفون الان چند سال از آیفون 11 پرو به این ور 3 تا دونه اینجوری گذاشتیم، هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر. یعنی شما اگه آیفونا رو نگاه کنید بزنین کنار هم، بچه‌ها میذارن شما میبینید آیفون 11 ماژولش اینقدره، آیفون 12 یه ذره بزرگتر، 13 اینقدر، 14 اینقدر، 15 اینقدر. یه شوخی هم هست که میگن آیفون مثلا 20 کلا ماژول دوربین پشتش. یا مثلا گلکسی اس 3 تا نقطه اینجا، 2 تا نقطه اینجا، یه دونه سنسور اینجا، 3 تا نقطه اینجا، هم تغییر خاصی نمیکنه. خب بخشش گفتم به خاطر همون محدودیت‌های تکنولوژی، بخشش هم به خاطر اینه که خب چیکارش میتونه بکنه این طراحی رو. الان آیفون شما نگاه کن، آیفون معمولی رو، آیفون 10 دو تا دوربین کنار هم بود، 7 پلاس رو تو افقی بود، آیفون تا 12 رو عمودی بودن، 13 مورب، 14 مورب، 15 مورب. حالا میگفتن 16 احتمالاً اینوری میشه، ولی 16 دوباره داره عمودی میشه. یه سال لبه تخته، یه سال لبه گرده، یه سال نمیدونم لبه آلومینیومیه، یه سال لبه تیتانیومیه. کلا هر اتفاقی هم هر کی انجام میده بقیه بوده پشت سرش برن هم کار انجام میده. یعنی کافیه یه نفر بره سراغ سرامیک جواب بده، نمیگم مثلا اپل، سامسونگ بوده میره سراغ سرامیک. یعنی خیلی کار خاصی شما نمیتونی انجام بدی، کلا پیرو هم دیگه. پس با تمام این تفاصیل شما ممکنه بگی خلاقیت تو گوشی‌ها مرده. درسته؟ نه نمرده اصلا. بذار بهتون بگم، کمپانی بزرگ مثل سامسونگ، مثل اپل که سالانه میلیون ها، چند ده صد میلیون گوشی میفروشن، اصلا براشون مهم نیست که طراحی گوشیاشون شبیه همه یا نه. اولا که خب طراحی این گوشی‌ها تقریبا به یه پختگی رسیده، خوش دست، سبک، اوکی، همه چی اوکیه. دوم اینه که خب حاشیه سودش بالاست. شما وقتی یه خط تولید داری که میتونه یه قالب گوشی رو برای 5 سال بزنه، دیوونه بیای عوضش بکنی، هی سالهای مختلفه طراحی عجیب غریب بزنی. تو برندهای چینی مثل شیائومی و اپو، ویوو این کارا انجام میدن و براشون مهم نیست، چون بازار بیشتری دارن، عمدتاً هم تو خود چین میفروشن. چینی‌ها خیلی ارق ملی دارن، همشون هم میرن میخرن، اون مشکلی نداره. ولی خب سود این که شما یه طراحی یکسان بزنی بالاست، همیشه هم میفروشن و تموم میشه میره. اما برندهای کوچولوتری مثل ناتینگ، مثل وان پلاس، مثل حالا CMF که باز خود زیر مجموعه ناتینگه، چیکار میکنه؟ میاد این جسارت طراحی متفاوت رو میپذیره، یه مقدارم چاشنی ادایی رو قاطی کار میکنه، میگه اشکال نداره اینجوری میام سر زبونا، چون به هر حال باید یه جوری رقابت بتونه بکنه دیگه. الان شما ناتینگ رو نگاه کن، 4 تا گوشی وارد بازار کرده. ناتینگ فون 1، ناتینگ فون 2، 2A و 2A پلاس و یه دونم زیر مجموعه داستان داریم به اسم CMF فون 1 که واقعا من انقدر دیگه تو این شرکت گفتم CMF فون واقعا اصلا خیلی قشنگه، چیز عجیب غریبیه.
یه کار مثلا ناتینگ فون یه کار جالب کرده، چون از جلو که گوشی‌ها شبیه همن، از پشت اومده دل و روده گوشی به شما نشون داده، یه قاب شفاف گذاشته که حالا شما می‌بینید چه اتفاقی تو گوشی داره میفته، بخش‌های مختلف گوشی چه جوریه. یه طراحی گلیف خیلی جذابی هم طراحی کرده، گذاشته که حالا با LED بازی کوچولو کرده که بر اساس رده گوشی LED ها کم و زیاد میشن، یا تو CMF اصلا همچین چیزی رو نداریم. اینجوری خودش رو منحصر به فرد کرده و فقط صرفا از یه گوشی اندرویدی دیگه بین هزاران گوشی اومده خودش رو جدا کرده و تبدیلش کرده به چیز عجیب غریب دیگه. اما CMF فون خیلی جالب تره. چرا؟ چون اولا که خب گوشی اقتصادی تره، احتمالاً اون حجم فروشی که ناتینگ برای ناتینگ خودش در نظر گرفته واسه CMF در نظر نمیگیره، قیمتش پایین‌تره، محدودیت خلاقیت هم توش کمتره، ولی خب خیلی جالب انجام داده این کارو. چجوری این کارو کرده؟ یه بدنه پلاستیکی داره، یعنی نه دنبال تیتانیوم و سرامیک و اینجور چیزا هیچ، یه بدنه کاملا پلاستیکی. از یه گوشی $200 بیشتر از این که انتظار ندارید. اما میگه که من با طراحی و خلاقیت و اکسسوری و رنگ جذاب کاری میکنم که گوشیم بین هزاران گوشی دیگه چنان قد علم بکنه که پشمان شما بریزه. چیکار کرده؟ یه بدنه پلاستیکی نارنجی، سبز یا مشکی، 3 رنگ با اکسسوری و یک کوچولو دست باز گذاشتن کاربر باعث شده که اصلا به یه گوشی خیلی جدید تبدیل بشه. چه جوری؟ شما یه دونه پیچ داری، پیچای گوشی رو باز می‌کنی، رنگ گوشی تو عوض می‌کنی با پرداخت $30 رنگ گوشیت عوض میشه. یا مثلا یه دونه استند $15 می‌خری که اگر خواستی یه جایی مثلا ساندویچ بخوری گوشیت هم بذاری جلوت فیلمتو ببینی، این استند رو باز می‌کنی می‌ذاری اونجا. هر وقت هم نخواستی پیچا رو باز می‌کنی، استند در میاری، پیچا رو می‌بندی. پیچ استند دیگه نیاز به اون پیچ گوشتی نداره که شما راحت‌تر بتونی این کارو انجام بدی. یا مثلا جا کارتی تو همیشه جا می‌ذاری یا نمی‌دونی کارت آبربانکی تو چیکار بکنی، پیچا رو باز می‌کنی، یه جا کارتی مخصوص میندازی، پیچا رو می‌بندی، کارتات الان جا مکان داره. خبر خوب اینه که همه اینا تو هر 3 رنگ تولید شدن و شما میتونی یه میکس و مچی هم با این داستان بکنی. مثلا گوشیت بدنش مشکیه، جا کارتیت نارنجیه. گوشیت بدنش مشکیه، جا کارتیت سبزه. یا مثلا گوشیت نارنجیه، استندت مشکیه. یا حالا هر رنگی که شما دوست داری با این قضیه انجام بدی. و از اون طرف اکوسیستم محصولات ناتینگ و CMF هم حول همین محور طراحی محوریت گرفتن و طراحی شدن. چه جوری؟ شما مثلا اگر CMF واچ پرو رو بگیری، بند نارنجی داره دقیقاً همون رنگ نارنجی که خود بدنه CMF داره، یا مثلا هدفوناش دقیقاً همون شکلی هن. یا از همون زبان طراحی پیروی میکنن که خیلی چیز جذابیه. یعنی واقعاً با همین 3-4 تا اکسسوری یه جوری کل دنیای تکنولوژی رو تحت تاثیر قرار داده که گوشی $1800 سامسونگ که یک مهندسی خیره کننده داره و تا میشه نمایشگرش عادی شده واسه. ولی مثلا میبینی گوشی گوزو $200 میدونه میاد همچین کاری انجام میده. اینو نگاه بکنیم تا سال 2010 اگه دنده عقب بری تقریبا همه گوشی‌ها همینجوری بودن. یعنی شما کمتر گوشی رو پیدا می‌کنید که خلاقیت توش به وجود، یعنی خلاقیتی تو طراحی داشته باشه. تا اینکه قبل 2010 بریم، یه سیستم عامل بود به اسم سیمبیان. شما سیمبیان 2010 به قبل رو همین اندروید 2010 به بعد تا الان تصور بکن. همه کمپانی ازش استفاده می‌کردن. سونی اریکسون استفاده می‌کرد، موتورولا استفاده می‌کرد، نوکیا به هر حال به عنوان یکی از بنیانگذاران این سیستم عامل ازش استفاده می‌کرد و تقریبا اصلا گوشی بدون سیمبیان شما پیدا نمی‌کردی. پس یک سیستم عامل بود، هزاران تولید کننده موبایل. الان هم یک سیستم عامل، هزاران تولید کننده موبایل، ولی همه اینا شبیه همن. اما اون موقع اینجوری نبود. نوکیا در سال 10 تا گوشی میزد، هیچ کدوم شبیه اون یکی نبود. یکی شبیه اشک بود، یکی اینجوری بود، یکی درش اینوری باز بود، یکی درش از پشت بود، یکی در نداشت، یکی دکمه نداشت، یکی هم اینجوری بود. یعنی انقدر خلاقیت زیاد بود. یا مثلا سونی اریکسون اونم همین کارا رو میکرد ولی هیچ شباهتی به نوکیا نداشت. یا موتورولا یادم یه گوشی داشت در رو شفاف بود، چون چیز شیشه‌ای بود ولی بالاش میکروفون بود، بعد باز می‌کردی اینجوری صحبت می‌کردی. خیلی چیز جالبیه واقعا. یعنی هر کدوم یه طراحی مثل خودشونو داشتن. یعنی مثلا N95 یادمه وقتی اومد هم از این ور اسلاید میشد هم از اون ور اسلاید میشد، منی که مثلا 12-13 سالم بود پشمام میریخت. بگو چه جالب. میگم این عجب چیز دیگه اصلا رو دست این گوشی نمیاد. ولی الان تنها اتفاقی که میفته و گوشی که وارد شرکت میشه ما میبینیمش مثلا خیلی مثلا بدنه خوبی داره، غیر از اینه این مثلا چیزی عجیب بود. یه مثال جالب درون شرکتی واسهتون بزنم بچه‌ها.
تو دیجیاتو گوشی‌های مختلفی میاد. سامسونگ میاد، آیفون میاد، شیائومی میاد، نمیدونم ویژن پرو میاد، متا کوست میاد، پی اس ویتا می اومد، نمیدونم روگ میاد، همه هر چی که تصور کنید واسه بررسی، حالا یا برای دیجیاتو میاد یا برای ویجیاتو میاد. نهایت کاری که ما میکنیم اینه که مثلا میبینیم میذاریمش کنار، یا چه واسه اصلا دیگه نمیریم هم سراغش. ولی فکر کنم تقریبا یک ماه ما یه قهوه ساز خریدیم. یعنی قهوه ساز مدل‌های مختلف داشتیم. این اتوماته. چجوریه؟ یه مخزن آب داره، یه مخزن قهوه داره، یه مخزن شیر داره، بعد یه 7 8 تا دکمه داره. شما این لیوانو میذاری اینجا، مثلا میگی که کاپوچینو میخوام، نه فلان، این درست میکنه میذاره. باورتون نمیشه وقتی این وارد دفتر دیجیاتو شد، تقریبا 70 80 نفر که تو دیجیاتو گفتن همه دور این جمع شده داشتن این نگاه میکردن. نه که چیز مثلا عجیبی باشه یا ندیده باشن، یعنی مهم کاربردی بودن و جذابیتی که داره واسه بچه‌ها، مثلا طراحی که مثلا داره خیلی چیز جذابیه. یا مثلا بچه‌های ویجیاتو افتادن رو دور کنسولای رترو جمع کردن، الان تقریبا همشون پی اس پی و پی اس ویتا و نمیدونم 3DS و اینجور چیزا دارن، این گیم بویای عجیب غریب. اون برای من جذابیت بیشتری داره، یعنی مثلا میرم اونو با ذوق و شوق نگاه میکنم، ولی مثلا یه آیفونی میاد مثلا اوکی آیفون دیگه است. میخوام بهتون بگم که چرا طراحی انقدر مهمه و تو دنیای خودرو هم اگر نگاه بکنید همینه. یعنی شما ماشین‌هایی که طراحی جذاب‌تری دارن، چه بسا از ماشینی که موتور قوی‌تری داره واسه جذاب‌تره. والا مثال زیاده، من دیگه با شما ماشین بازا کلکل نمی‌کنم چون شما بیشمارید و طبیعتاً هیچ وقت راضی نمیشید. ولی در نهایت پیشنهاد من به شما اینه که همیشه گوشی رو بخرید که با طراحیش حال میکنید، چون در نهایت سخت افزارش یه کار انجام میده. یعنی چه پیکسل 9 بخری چه S24 بخری، اون برنامه که تو میخوای اجرا بکنی واسه اجرا میکنه، حالا با 10 فریم کمتر یا 10 فریم بیشتر. ولی وقتی گوشی رو نگاه میکنی باید لذت ببری. این اتفاقیه که الان خیلی وقت برای من با آیفون نمیافته و مثلا CMF رو وقتی میبینم مثلا لذت میبرم، ولی بعضی از گوشی‌ها واقعا یه جور دیگه. نظرتون حتما بنویسید، بگید که چرا مثلا نوکیای پیور ویو 1040 گوشی جذاب‌تریه تا مثلا چه میدونم از نظر طراحی نسبت به S24 اولترا یا آیفون 15 پرو مکس. خیلی دوست دارم بدونم که شما با من هم عقیده هستید یا نه. در نتیجه مواظب خودتون باشید تا دیجیتک بعدی. خداحافظ.